بفرمان بیایی. بفرمان. سلام. عباس اشتر شمت جان خوبی بخیر سلامت بخیر شفا باشه اول ماما سلامت باشین زنده باشین خوابم یا بیدار خوابم بله من گفتم بلکه بیدار باشم نه دیگه بیچاره یارک بیچاره گنده تکار کردن همین پای از بخکل تکه تکه شده خداوند شفای بده نصیب قسمت این بیده عباس آلم دیشه تمام صبح دیشه تمام گل صبح بالی سر ششته بودیم مدرم سیوم از اینجا ششته ما بالی سر پیار خو همین تا واخش خودش پامه واخش پامه داد میکشیدن تا اون گل صبح با صبح گلی خیلی برز اینا دادیم دیگه رقم نشد بازاب خیلی بازاب دیشب بوده خاطر شاه اول بوده درد میکرده دیگه انشالله درد نمیکنه گلی خیلی دادیم برای عباس گپ بزن که گیلک برار تن بیامد بدیدن پیار خو یا نه اسم گیلک نبره بچه خاله اسم گیلک نبریم چرا اسم گیلک نبره به خاطر که دیگه برار منیه دیگه پر نزن که بعده هیچی بد نیه او دیگه برار منیه بچه خاله جان ببین 10 سال یک دام دیدن پیار من نموده حالی میایم حالی درم بری او میخوام که درم ولی واکنم ایتا خدا نیه بیایم پشت در روز بسته که من در وانه میکنم بری او دیگه پر نزه برار کلون تو نه عباس مثل پیار تو نه اصلا دل از او هم درد کرده خب بازم به هر صورت یا شده بازم عباس سکو توی گپار نزه که برار کلون تو نه حالا که همه بیامدم که خبر بگیرم میرم به پیش گیلک میرم او نصیحت میکنم که بیای به پیش پیار خو بیای سه که شما باجینین منتا پیش ما دیگه مثل یک پوست پیاز ارزش نداره آخه بچه خاله بحث باجه داری نیه باجه ما هست تو بچه خاله منی بچه خاله ما هستیم ما مثل برار ما خیلی گپا فایده نداره عباس که تو میزنی خب با او برار کلون تو نه حالا که من میرم بلکه او رزی کنم که نه 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 اون اینجا بیاره به زندگی نمایم که اینجا بیاره بفهمیدین بچه خاله جان اگر اینجا بیاره اینجا شیشته باشه ده پیار مخه بیدار شدم با بری شما هم چیزی میگم بری از اون میگن دیگیت خوب نیه خیر امی ماما هر چی که برای من بگم من به دل من درد نمیکنه به جا پیار منم نه ولی این کار من میکنم که گیلک بیای به پیش پیار خو بیای داره بری وانه میکنم بچه خاله جان داره به روی ما واکن من خودی خودور میدارم چاش تاگه میستکم بسته که منتو گیلک نمون کنیم تا کوچی مو بیای دیگه په نازن بچه خاله من میرم باید بخیر بریم خدا خدا تو گیلک نیای نه از خوش میاد نه امان کنم تا کوچی مو راره برار 10 ساله که تا چند تا ایده نمدیم پیش پیار مادر خو حالا که میری به در سرام داخل شی به زندگی درم رو تو وار نمیکن که برار ما هستی آی چرا چای نکو قندونی نیامد ها دلارام می چرا سرمست خندونی نیامد ای جان محبوب ای دو چشمانم برایش کورو گشته چرا یار جان به میمانی نیامد ای نازنینم خدا قسمت کنه که تور ببینم الا یار جان به من یاری نکردی اگر بستی وفاداری نکردی آی از اون ساحت که من ناجور و گشتم چرا یک خط به من تو ری نکردی ای داد و بیداد خدا غمهای دون سلام باجه کجا بدیم اشتر اینجا دیاره سلامت میبر بشینیم دیاره باجه بشی هم با خود خوبا چار بیتی میخونی اشتن باجه جانجا شکر دیاره هستی خیریته چی گفای باجه فرار قراری چیکار میکنی شکر زنده باشی سلامت باشی
میگم باجه ها. من بیامدم یه گپ بدیش تو خب به شرطه که گپ من گوش میکشی. اگر گوش نکشی باجه از امی ساعت و ثانیه باجه داری ما و تو هم ایچی. خب نه هنو گپ نه سخن چیه مثلا؟ این موضوعی که تو 10 سال میشه خودی پیار خود دیگی حالا کم چون خبر داری یا نه که پیار تو تکر کده پای بشکسته خبر دارم ها. برفتی هم بدیدانی یا نه؟ یار باجه اگه تو بزید توقع مدی که تو ما رو ببری خودی پیار مشتیدی یا مثلا بریم بدیدن پیار خدا بابار بیامرزی حلقه را گوش خو بیری کن. چرا باجه؟ پیار که به درد آدم نخوره باجه چی فایده داره که ما برون به دیدنه؟ اگه ما به دیدن برفتیم شاید 100 دفعه طالب می 10 سال مریض شده باشه، شاید 10 دفعه 100 دفعه به می 10 سال میمونی کرده، شاید 100 دفعه ما میمونی کردیم، شاید 100 تا اید آمده باشه به می 10 سال، مثال میگم 100 تا اید شاید بی آمده باشه، نرفتیم ما فقط خودی پیار علمی رقمه. یعنی ایت باجه ایت معلومات هم داری که اگر پیار آدم نبخشه خدا نمیبخشه آدم. درسته، ما کاری نکردم به پیار خو که من نبخشه. باجه اگه من کاری میکردم به پیار خو خدای پاک ما رو مال نبخشه. پیار اگر ما میگه کجا پیار گبری هم باشه کافری هم باشه باید او پیارتون احترام دیشته بشی. احترام کاکا به سر جا خونه، ما احترام به پیار خود داریم، به مادر خود داریم. سایکو من یک چیزی به تو بگم. کجی سایکو هنال کجی رو من میپرسن. کجی بله بابا. بیا یار بیا بشی می دیگه. کجی جانشتنی؟ خوی زلا یا خیلی خیلی سلامته. بشی. امی چند روز پیش رفتی بدیم خونه پیار مه؟ یه هفته. آفرین. تربه زده بیدم چی گفتی بیدم که برو چکار که از سرابا؟ ایچی نفتم. راست خود بگو نگفتی مرا بزن. هر گپی هست که چیز جان بگو گپی نیه. نه با تو نگفتی بیدن که ما و شما رابطه موقعه با چی رویه میدی؟ حالالا گفتم چرا با حال میگی حالالا؟ چرا با بزینا میگی حالالا؟ خیلی دیگه قاعده داره. با من میتونم دهن گفتم تو بزنم که نیه سی دندون تو هم میده شه. اون روز گریه کرده میایی حالا بابا پیش باجی میریسی میگی حالالا. سعی لالا باجه جان عزیزم خوشکه درد سر به خجام نکنیم. پیار ما پیار ما خدای نکرده گپ گنده نگفتم کاری نکردم. دمی که همین نلیچه بالشتار پیار مازمی پنجره با بالا بنداختم پی بفهمیدی که اگه میت زن بیامدی سرفتاد شدی امکان داره میت به کله رفتی بغضا سری بیری شدی ریز پاش من ناگفته بزدم به پی زدم خوی کار خوبیه. سیکو گیلک جان سیکو می چی میگن خود محال هر چی میگن تو خود ملامت نمیکنی. پیار به سر آدم حق داره. پیار آخی میوی که میافتیه پیر مادر. کاش که آدم بتونه که تا زمانه که زنده و پیر مادر خدمت کنه. شرطه که پیر مادر آدم ماست و شور به سراخ راده. خب باشه دیگه حتما یک گناه تو یک گناه زن تو بکرده بودیم یک اشتباهی بکرده بودیم که درد داره دل پیار تو. ایتم نمیشه که زن خود یک سر آدم اختیاردار به پیار و مادر باشه چیز کنه. من زن آوردم که پیر مادر من مثلا میگم گپ زنه بزو بزو به سرمون بوده. سیکو باجه تو طرفداری زن خور میکنی ولی از پیر مادر هیچی تو طرفداری باجه جان اگه چاشت شو مثل که میجگاه به خدمت تونیم اگه نمیسته که مشکلی نیه ما به خونه پیار خونه میرم. خو همین تا که اول برای تو گفتم اگه می کار نکنی از ما و تو خلاصه من میرم ولی دیگه بنام گیلک ما باجی ندارم. بازی گپا من همه با یاد میکنی و پشیمون میشی. من رفتم خدا حافظ. خوش آمده. حالا بیا آمده اینجا با ما چی میگه پیار ما تیریم با پیار آنه میگی سر کله خودم به دیوال کشم پیار ما خداوند 1000 سال عمره بده اونا به پیار و مادر ما کار نداریم. همین که 10 سال نرفتیم به 100 سال دیگه هم نمیریم اگه زنده بودی. به خیر خوشی امید داریم. نامید شیطونه. تو هم مدام دروغ نگو که میتونم تو رو میزنم به دیوال میزنم. دروغ نگو.
اون روز گریه کردم که بابی من بیرون که در سلا داده گفت شما اینجا ارتباطی ندارن حال بابا پیش باجی من خیت کنی به چه لادونه که میتونه بزنم من تا تو وقتی برو یک پیاله چای به مادر خوب بگو بیاره بگیرم میگم بیچاره تکر کرده. بله یارو خوشحال عباس بخیری سلام شما زنده باشید بفرمایید بیا ما دوما بابو خبری بگیرم خب میگم بابی من موتور زده غره کرده گفتم بیان سه کنم چی رقمه بیا مدام بابو خبر گیری آها دیگه بیا مدام خیلی شما پیر بچه بی 10 سال به کجا بوده؟ ما پیر بچه با می 10 سال به خونه زندگی خوبی حالا کم بیا مدام حالا بیا مدام بابو خبر گیری جلوش خبر برو کجا برو؟ تیز زمین به تفت سراخ بدن برو کن سراخ بیا مدام بابو خواه خبر گیرو برو با 33 بلای من ببره تو بابو بی بلا برنگشی ما بیا مدام بابو خبر گرفتم گفتم ثواب داره بام خاکی هی کچیرک او به چی خاله من رمضان بیامده بود که ما میرم باجی خور گیله که من دارم میارم به پیش پیار تو ایت دیگه تو مادر تو پیار تو همین خانواده شما ایت با دست راخو نبینه شما رو بیا و بیا برو میکنم برو دیگه برو دیگه تو دست راخو نبینه که لنگ تو میشکنم 10 سال گم نال بیان دیدم به بخو دیگه اصلا نمام که رنگ شما رو ببینم بم رنگش برار چی کار چی مردم بیگانه به ایش یک شان روز بیامده اینم بیامده که ما خباله به بخو بگیریم به 10 سال دیگه گم بودین حالا میایین رنگ شما به خاک شین مادر کجی بیا یک دقیقه میگم کجایی تو زن تو چی رقم اشتمه دوست به می سرا سوزن برم و دستم ایچی نگه دوست به می سرا بیای خبر میشی چه کاره اشته خبر نمیشم اما دومات تو میان خبر شدی نه کی آمدن مبارک باشه وای 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 نفهمیدم کلنگ خیاطی خوب بودم و کلوانگ خیاطی خوب بودی اونجا فکر کن که میگه مرتبه چای مایه نون مایه سلام علیکی مایه به پیش خود چی میگه والله اینا اگه دیگم از فلانیا از من دیگم رفتم من خوش ندارم آخه زمستونه پرداز زده در بسته نشنیدم سبر دیگه بزو خونه بودم دیگه حالا چی گپه حالا بیامده باجیم بیامده به پیش می خب که خصور پیار شما تکر کرده خبر داری گفتم بله اشته خبر ندارم بیاین که باجه بریم به دیدن بریم از این مزیدت خیلی کنیم اشتی کنیم خب گفتم براد از این گپا نگرد باجه که اگه به 100,000 سال باشه من نمام که بیایم برم من نه والله شما سلی رحیم به جا نمی کنیم گناه داره ایتنه اوتنه ما گفتم به درد ما نمیخوره فایده نداره برو پیار با ما خدمت نکه ما بریم به دیدن پیار خو بریم خدا 1000 سال پیار و مادر عمر بده اما به چردوبر اینا نمیری نه ایت گپ نزن بریم ثواب داره ایتاره ها؟ بریم خیلی چطور ثواب داره؟ همین کدورت کنار بگذارم بریم بیتره ثواب داره آخی اونم دیگه میفهم خود شما حال فعلا مریضم و جای فتاد دیگه تکر به می 10 سال پیار ما مریض نشدم به می 10 سال ایت نشده به می 10 سال چند تا ایت شده چرا نرفتیم؟ خب خیلی حال میریم حال همه کدورتا کنار بگذارم میریم کدورتا به کنار بگذاریم تو سردل خیلی داری بابا یلا کرد مار بریم میتونی که گپ نزنم اونم درست آمدم خوب کردم که آمدم ما یک شاید یک گپ یک نعمتی هست که ما باید بریم نه که میفهمیم می تو حال کمکی می تو به فکر افتادم خب دیرو به نماز جمع بدم مولای صاحب صحبت میکردن که هر کس سلی رحیم قطع میکنه خدا نمیبخشه
سه چیز بیان کردم مولای صاحب. یکی گفتم سلی رحیمه، یکی که شخصی که پیر مادر از او راضی نباشه، یکم دین مردم، یعنی کسی که مردم قرضدار باشه پول نده. پیر مادر هم اگه نبخشه به ال نکنه خدا گناه نمیبخشه. راست میگم که من امیر به شما میگم گفا کنار بگذاریم بخزیم بریم، من بریم دو خودیان. چی میگی تو؟ بریم؟ بریم بیتاره. من امیر به نظر من که بریم بیتاره. گفا مو آدم را به گوش خوب بگیریم بیتاره، می آدم از من جگاه بخز بیام. حالا بریم قبول میکنه پیر من. 10 دفعه نگفته که اگه خدا برای یک قبی به خود نکنه. میگه پیر من گفتن، پیر من گفته بیدن که اگر من گلک پای تابوت من نگیره، خدا برای یک قبی به خود نکنه. نه انشالله من میفهم اونا دل بزرگی دارم، اونا آدم خوبی هم، آدم چیز آدم بدلی هم، حتما ما رو میبخشم. بریم. ما و شما اشتباه از مانه که از او وقتا اصلا یاد نکردیم که شما پیر داره، مادر دارید، فامیل خانواده داره، اصلا گناه شمانه. بریم امیر خدا از خدا معذرت خواهی کنن، توبه کشید. خدا بخزیم بریم بیتر بخزیم. تو بریم. دیگه برو به پیش بلاشی کنم نکمکی کریه کنم. به 10 سال بشه پیار خواه برا را خود دیگه اما در خود ندیدم. خدایا مار ببخش. خدایا 10 سال میشه به پیار خود ندیده بدم. گاهی به کوچه بازار میدیدم، به سرزمین ها میدیدم، اما به 10 سال خدایا من گپ نشنیدم از پیار خود. یک کلمه گپ به پیار خود نگفتم. خدایا مار ببخش. خدایا مار ببخش. منجی توبه میکنم میرم پا پیار خود بش میکنم، دستای بوسله میکنم. فقط هرا که برفتم پا پیار خود بوس میکنم، دستار بوسله میکنم. خیر بینم همین مولای صاحب. خدای نال خیر بده که این مولای صاحب با تبلیغ میکنم، همین تکا پا میگم همین ماچه تو آنی توبه. وقتی که بریم، وقتی بریم، وقتی کجی نام ده کوکو کجی